الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سوم از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین او که محمد ابن ابو حاتم از پدرشون و از ابو زرعه روایت کردند. در حلقه گذشته بیان نمودیم که عقیده همه سلف صالح در قرن اول و دوم و سوم همچنین عقیده بود که ایمان را قول و عمل و اعتقاد می دانستند و ایمان را زیاد و کم می شود می گفتند. پس امروز کسانی که ایمان را مخالف عقیده سلف شرح می دهند، اونها از منهج سلف دور شده و خطا رفتند. مختصراً به شما بگویم در باب ایمان سه مذهب وجود دارد: مذهب خوارج، مذهب مرجئه و مذهب اهل سنت و الجماعت. مذهب خوارج در باب ایمان ظاهراً میگوید که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، اما زیاد و کم نمی شود. خوارج هم خطا فهمیدند و از همین جهت گناه کبیره را کسی که انجام داد تکفیر میکنند و کافر میگن، غلو کردند. و از جانب دیگر مرجئه ها تفرید کردند و گفتند ایمان بدون عمل هم به وجود می آید. عمل در نزد مرجئه ها این یک چیزی اضافگی هست که کسی انجام داد ثوابش زیاد می شود و کسی که انجام نداد کافر نمی شود. اما بدانید که مرجئه ها فرقه های گوناگون هستند و می شود بگوییم مرجئه های غلات هستند و مرجئه های عادی که غلات نیستند. مرجئه هایی که عادی هستند و اونها را فقط مرجئه گفته می شود و مرجئه الغلات گفته نمی شود، که در باب ایمان عمل را از ایمان نیست گفتند، ایمان را زیاد و کم نمی شود گفتند، اما در باب کفر مثل اهل سنت و الجماعت سخن کردند. یعنی کسی که عمل را ترک کند او را یعنی حکم به کفر کردند، یا که کسی که شکننده های اسلام را انجام بدهد حکم به کفر کردند، به مانند مذهب ابو حنیفه. باید بدونیم که ابو حنیفه در باب معنای ایمان خطا کردند رحمه الله، اما در فهم کفر ظاهرا گفتند کسی که به شرک اکبر واقع شود کافر است. جهل را عذر ندادند، خیلی که شیخ عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب در کتاب کلمات النافعه فی مکفرات الواقعه ذکر میکنند. اینها مرجئه های فقها گفته میشوند، اینها را مرجئه های سبک گفته میشوند. از همین جهت کسانی که از علمای بزرگانی که در مذهب ابو حنیفه بودند در همین باب البته کمی خطاگی دارند، اما امروزه کسانی که خود را به مذهب ابو حنیفه نسبت میدهند خطاگی اینها زیاد شد، زیرا که اینها هم در باب ایمان و هم در باب کفر فهمی کفر هم خطاگی کردند. ابو حنیفه میگفتند هر کسی که به شرک اکبر واقع شود مشرک است، اما امروزه کسایی که خود را به ابو حنیفه نسبت میدهد میگوید که کسی که شرک اکبر را میکند، کفر اکبر را میکند، هر نمودش را انجام دهد هم کافر نیست میگن. و این عقیدهشون مخالف عقیده ابو حنیفه و مخالف عقیده همه سلف است. این یک نمود مرجئه های عادی. مرجئه های غلات به مانند جعد ابن درهم، جهم ابن صفان، به مانند جاحظ، به مانند ابن داود و به مانند بشر المریسی، به مانند کرامی، به مانند کلاب و به مانند ابو الحسن الاشعری و ابو منصور ماتریدی، اینها ایمان را گفتند. جهم ابن صفان گفت ایمان فقط معرفه هست، یعنی فقط الله هست گویی تمام.
شرک کنی هم کفر کنی هم تو بخشیده میشوی و هیچ بوکه ندارد. یا تصدیق کردن حتی شرط نیست. یا کرامی ها گفتند فقط به زبان لا اله الا الله گویی تمام تو مسلمان هستی. یگان عمل رو نکنی هم تو مسلمان هستی. تمام نمود کفر شرک رو کنی هم تو مسلمان هستی. پس امروز از این عقیده های جهم کدام فرقه ها مونده است؟ فرقه اشعری ها و ماتریدی ها عقیده اشان مثل عقیده جهمی ها است. بارک الله فیکم. اشعری ها امروز میگویند که ببینید ایمان فقط به قلب تصدیق کردن است. حتی به زبان گفتن در نزد اشعری ها این مسئله فرض نیست. اما به خاطر احکام این دنیا اشعری ها میگن که به خاطر نکاح شده، به خاطر میراث به زبان گفتن لا اله الا الله بله ضرور است. اما به خاطر مسلمان شدن اگر لا اله الا الله را کسی نگوید هم به قلبش باور کند شدی مسلمان است. این عقیده اشعری ها بود که عادتا مصر و شام بعد از سلف صالح به همین عقیده گرویدند. و عقیده ابو منصور ماتریدی، عقیده نسفی که امروز بسیار علماهای طاغوتی این عقیده را منتشر میکنند و صحیح میگن، انا همین است که این مخالفی عقیده سلف صالح در باب ایمان است. امروز بیاید نظر میکنیم به علماهای تاجیک. ببینید ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت وقتی که به مدینه منوره می آییم یا که به یگان منطقه دیگر می آییم و از علمای اهل سنت تعلیم می گیریم، قرآن و سنت را با فهم سلف و به تاجیکستان باز می گردیم و به مردم حقیقت دین را می رسانیم، این علما می گویند که علماهای ماتریدی، صوفی یا طاغوتی شما مذهب خود را دیگر کردید. شما از همین علماهای منطقه خود روی گردانیدید. و مردم تاجیکستان هم فکر میکنند که ما گویا علم را از علماهای منطقه خود نگرفتیم و از عرب، یعنی گویا که مذهبمون رو دیگر کردیم. نه، این چنین نیست، بلکه مذهبی همون منطقه من شما هم خراسان، ماوراء النهر میگن، منطقه من شما هم بخصوص تاجیکستان، افغانستان، بخارا، سمرقند، ترمیز، بلخ و بگویم هرات و امروزه افغانستان، تاجیکستان، همین ازبکستان هم اگر داخل کنیم به سبب اینکه بخارا و سمرقند حالا در زیر حکومت طاغوتی و ازبکستان است، این منطقه ها را خراسان میگویند، ماوراء النهر و خراسان. علمای این منطقه در زمان سلف صالح از تابعین و تبع تابعین، از علمای محدثین، همه اشون عقیده اشون انا همین مثل عقیده بگیم قرآن و سنت و فهم سلف این امت بود. عقیده این علما موافق عقیده ابو منصور ماتریدی نبود. ابو منصور ماتریدی برعکس کسی هست که از سمرقند برآمده، از ماتریدی سمرقند برآمده، مخالفی همه علمای سمرقند و بخارا و ترمیز و نسا و بلخ و هرات و همه علمای اهل سنت کرده است. از همین جد ما به این علمای تاجیکستان میگیم که شما هستید که مخالفی عقیده علمای تاجیک رفتید، مخالفی عقیده همون علمای سلف صالح که از تاجیکستان و بگیم افغانستان امروزه از خراسان هستن شما هستید که میروید. ما چیکار کردیم؟ ما وقتی که از تاجیکستان برآمدیم و رفتیم زبان عربی رو تعلیم گرفتیم و کتاب‌های سلفی رو خوندیم، کدام سلف رو؟ همون سلفی که باز از خراسان بودند و هم سلفی عرب رو، یا هم سلفی شام بوده، سلفی حجاز بوده، سلفی مصر بوده، سلفی عراق بوده، همه ای سلف عقیدهشون یک نمود است. من حالا به شما بسیار علمای محدثین را ذکر میکنم که خراسانی بودند، فارسی بالعموم فارس و تاجیک بودند و عقیده اشان انا همین عقیده بود در باب ایمان، در باب در بالا بودن الله سبحانه و تعالی که در بالای عرش است، در باب اینکه کلام الله مخلوق نیست، در باب اینکه مشرک گفته میشه و تکفیر کرده میشه و جهل عذر نیست، در باب تقدیر و در باب انکار کلام فلسفه و کلامی ها
همه این علمای فارس بودند. ما امروز کتابی که به شما شرح داده شدیم بار دیگر تکرار میکنیم که این کتاب یکی از دو عالم بزرگ سلف صالح که خودشان از خراسان هستند، زرعة الرازی، ابو حاتم الرازی از خراسان هستند یا از اصفهان. پس اگر شما ای علمای تاجیکستان در حقیقت علماهای فارس و تاجیک خود را احترام بکنید، خراسانی، سمرقند، بخارا، این علما را در حقیقت ترمیز و غیره را احترام بکنید، مرحمت به عقیده اینها گردید. عقیده اینها مخالف عقیده شما است. همه اینها میگفتند که کسی که عمل را بالکل ترک کند کافر است، کسی که نماز را ترک کند کافر است، کسی که شرک را بکند کافر است، کسی که کلام الله را مخلوق بگوید کافر است، کسی که طاغوت پرست باشد او گمراه است. ایمان این رکن ایمان، عمل این رکن ایمان است. همه علمای خراسان در همین عقیده صحیح بودند که در همین کتاب نوشته شده است. از همین جهت شیخ عبدالعزیز الطريفي حفظه الله و فک اسره در شرح همین کتابی که امروز ما خونده شدیم، کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی شرح دادند. نام کتابشون شرح خراسانیه و یک بابی رو گذاشتن. نام باب همین است که عقائد الخراسانیین و فضلهم، اعتقادهای خراسانی ها و فضل آنها. سلف این امت به خراسانی ها، به فارس ها، به تاجیک هایی که از منطقه خراسان هستند قائل بودند. همه‌شان فضل بزرگی را به این منطقه نسبت میدادند، به منطقه خراسان، سمرقند و بخارا و ترمیز و بلخ و نیساپور و سیجستان و ترمیز و سبحان الله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه علمای این منطقه در اول اسلام وقتی که اسلام آمد همه اشان عقیده اشان موافق قرآن و سنت و موافق صحابگان بود. از همین جهت می گفتند که علمای خراسان علمای همه اشان اهل سنتند. زمانی که مصر معروف بود به اشعری ها، در نزد ببینید در نزد علمای اهل سنت و جماعت مصر همچون منطقه فتنه و منطقه مشهور به اشعری ها، بعد از این اول رافضه ها، اشعری ها و همچنین آمیخته مشهور بود. و این چنین در شام وقتی که اشعری ها مشهور شده بودند، اما خراسان در بین علما همچون منطقه اهل سنت، پیروان حدیث مشهور، پیروان سنت کتی مشهور شده بود. انا امروز ما نبیرگان همون علمای خراسانی وقتی که میخیزیم و میگوییم که ای اشعری ها، ای ماتریدی ها، ای کلامی ها، ای طاغوت پرست ها، ای صوفی ها، ای رافضه ها، همه شما به همون علمای تاجیک و فارسی که در اول بودن مخالف هستید، اینها میگن که نه. ابو منصور ماتریدی کی پیدا شد؟ بعد از 300 سال، بعد از 200 سال این علما در عصر 4 به وجود آمد. اما پیش از ابو منصور ماتریدی صدها علمای خراسانی وجود دارد که احمد ابن حنبل گفتند که اینها بهترین علما است. تمام سلف این امت گفتند، تزکیه دادند که این علمای خراسان بهترین علمای محدثین است. اما همه این علمای محدثین و علمای سلف را این روزه طاغوت پرستان میپرتایند، به یک طرف میگذارند، انکار میکنند و از درون همه این علما فقط یک نفر ابو منصور ماتریدی رو میگیرند که نه سلف است و نه علما تزکیه دادند و در حالتی که عقیدهش باطل است، کلامی است. پس این کتابی که اصل السنه و اعتقاد الدین است، عقیده هایی که در این کتاب اومده است، این موافق عقیده همه سلف و بخصوص موافق عقیده های علمای خراسان است، متقدمی آنها و متأخرین آنها. فرق ندارد از بخارا باشند یا که بمانند بخاری، از نیشاپور گیجا از خراسان است، بمانند امام مسلم
به مانند از سیجستان باشند به مانند ابی داوود سیجستانی، از نسائی باشند نساء باشند به مانند نسائی، از ترمیز باشند که امروز ترمیز منطقه تاجیک نشین ها در ازبکستان وجود دارد، به مانند امام ترمیزی. از سمرقند باشند به مانند امام الدارمی و محمد ابن نصر و گرد و اطراف خراسان دیگر به مانند قزوین ابن ماجه، قزوین صاحب سنن. ببینید همه اینها کیها بودند؟ همه اینها از این گذشته های من شما بودند. اینها تاجیک بودند. اینها حتی امام بخاری رحمه الله در کتاب ادب المفرد کلمه تاجیکی رو استفاده بردند که یکی از فارس ها به زیارت مادرمون عایشه رضی الله عنها می رود و از مادرمون عایشه رضی الله عنها اجازت میپرسد که اندرایم، این که درایم، یعنی مادرمون عایشه آیا اجازت میدید که درایم به خانه شما داخل شویم رو اندرایم؟ حضرت عایشه رضی الله عنها میگه که اندرایم، بله درایم. این کتاب ها ببینید کتاب ادب المفرد امام بخاری نوشتند کلمه تاجیکی رو استفاده بردند. این علمای خراسان، علمای ماوراء النهر که شما فراموش کردید، این علما عقیدهشون همه اش موافق اعتقاد و معتقد اهل سنت بود، اهل حدیث بودند و آیت قرآن را و سنت ها را به ظاهرش عمل میکردند، تعویل نمیکردند. اینها تعویل نمیکردند و در باب ایمان چی میگفتند؟ ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، زیاد و کم میشود. و میگفتند کسی که عمل را بالکل ترک کند کافر است. خیلی که این عقیده مشهوری سلف صالح است. و یگان نفر از علمای خراسان، اینقدر علمایی که تابعین بودند، تبع تابعین بودند، آیت قرآنی را تحریف نکردند، تعویل نکردند. این صفت معناش این خیل نیست و این خیل است، یا که این حدیثایی که در باب ایمان آمده است این خیل نیست و این خیل است، تحریف نکردند، تعویل نکردند، صفتها را تمثیل نکردند، به یگان چیز مانند نکردند، الله را تعطیل هم نکردند، صفتها را انکار هم نکردند. عقیده خراسانی ها 100% عقیده صحیح بود. علماهایی که بودن عقیدهشون صحیح، درست، موافقی صحابگان رضی الله عنهم بود. اما ما چرا فراموش کردیم؟ سوال اینجا هست که ما چرا این علمای صحیح را فراموش کردیم؟ چرا شما امروز فکر میکنید که تاجیک ها عالم ندارد؟ چرا امروز فکر میکنید که فارس ها خراسانی ها عالم ندارد؟ عالم دارد. عالم های سلفی داریم ما. عالم های داریم که تابعین بودند، تبع تابعین بودند، تبع تابعین بودند. کتاب هایشون امروز وجود دارد، اما کتاب های اینها عربی هست. شما باید عربی رو آموزید و به کتاب های اینها نظر کنید. و بعداً البته کتابشون به فارسی هم ترجمه شده است و امروز درس هم میشود. علماهای صوفی و علماهای ماتریدی که کلامی هستند و اثری نیستند، یعنی پیروی از قرآن و سنت نمی کنند و پیروی از کلام میکنند، فلسفه هستند، عقل را پیش از قرآن و سنت پیش میدانند، اینها این عالم را پنهان کردند، به شما خبر ندادند و شما را فریب دادند. وقتی که من نظر میکنم به صحبت‌های مثلا این عالم‌ها، ایشان‌ها، صوفی‌های تاجیک، اینها فقط عالم‌های کی رو میگن؟ عالم هندستانی، عالم پاکستانی، عالم کدام صوفی، عالم دیوبند، عالم نقشبندی، عالم فلان کلامی ماتریدی، فلان کلامی دیگری اشعری، که اینها بعد از سلف آمدن، اینها بعد از 400-500 سالی سلف آمدن. پیش از اینها ما عالم داریم، عالمای خودمون داریم، سلف این امت داریم. بارک الله فیکم. علمای سلف این امت خراسانی ها ما که ما نمهای اینها را ذکر میکنیم. به مانند نظر کنید، به مانند یحیی ابن یعمر المروزی، مروز کجا است؟ خراسان است. مروزی قسمی از مروز امروز در افغانستان و قسمیش در زیر بگویم ازبکستان است، لیکن بسیار منطقه‌ای که امروز ازبکستان یک حکومت طاغوتی کفری نوعی که به نام ازبکستان است، اینجا
بسیاری منطقهش منطقه تاجیکستان تاجیکو هستند که تاجیکو یعنی علمای تاجیک زبان در اینجا بودند. یحیی بن یعمر المروزی تابعی هستند. تابعی عقیدش در همین منطقه و عقیدش معروف است. یا که عبدالله ابن بريدة ابن الحسیب این هم تابعی و ابی عثمان الانصاری هر سه انا منها مثلا یحیی ابن یعمر عبدالله ابن بريدة ابی عثمان الانصاری اینها قاضی های مرو بودن. مرو رو میدونید؟ مرو خراسان است. امروز در افغانستان است، منطقه در ازبکستان این طرف مرو. اینها عقیدهشون چخیل بود؟ هم در باب ایمان، هم در باب کفر، هم در باب اسما و صفات. اهل سنت و الجماعت صاف پیروان صحابه، پیروان قرآن و سنت بود. عقل را پیش از نقل نمی گرفتند. اینها مخالفی ابو منصور ماتریدی ابو الحسن الاشعری بودند. یا که ابراهیم ابن میمون صائغی و عبدالله ابن المبارک، امام عبدالله ابن المبارک و زهیر ابن محمد المروزی الشامی الحجازی که اصلش مروزی هست. در اینجا یک مسئله میاد که بعضی میگن که یک انسانی که از مثلا خراسان است یا تاجیکستان است آیا خود را میتواند که به یک منطقه دیگر نسبت بدهد؟ مثلا ابو محمد المدنی چرا میگه تو تاجیکی نگفتی یا که خودت را سعودی نگفتی مدنی گفتی؟ البته این چیز جایز است. علماهای زیاده وقتی که از خراسان برآمدند و به عراق رفتند و بعد از این به حجاز رفتند همچنین گفته میشدند. ببینید زهیر ابن محمد المروزی، زهیر پسر محمد مروزی، بعد از این شامی، بعد از این حجازی. موالات قوم به نظر کرده میشد. ما هم که مدینه رفتیم کم نه که مدت قریب تقریبا 10 سال بودیم، مدنی بوک ندارد. ابو محمد تاجیکی مدینی یا مدنی، ابو محمد المدنی بوک ندارد. اما اهل بدعت همین رو هم نقطه گرفتن که این یک نقطه ضعیف و به جهالت اونها تعلق دارد. مثلا خودی ابو زرعت الرازی و ابو حاتم الرازی هر دو اینها خودشون رو ببینید از خراسان، اگر نظر کنید در اونجا آمده از خزاعی به قبیله های عرب نسبت دادن، حجازی و همچنین سخن است. بارک الله فیکم. سعید ابن منصور امام صاحب سنن نضر ابن شمیل البصری المروزی، نبینید نضر ابن شمیل بصری عراقی و مروزی خراسانی، اینها علمای بودن که عقیدهشون عقیده بود که چیزی که در همین کتاب آمده است عقیده اینها هم همچنین بود که حالا بعد از این ما عقیده های این کتاب رو ما به شما بیان میکنیم. باقی مانده از اهل حدیث در شهرهای خراسان، در گرد و اطرافش، در ماوراء النهر و مانند سمرقند، بخارا، شاش، بلخ، ترمیز، بقلان و غیر از این در دیگر جاش، مرو، نیسابور، هرات، جوزجان میگن، گرگان، بغشور، سرخس، توس امروز در کجاست؟ در ازبکستان است. این نام ها به شما البته بعد از اینکه کمونیست ها آمدن این نام ها رو گم کردن، این نام های شهرها به شما معروف است. مرو، نیشاپور، ترمیز، توس، نسا، که این امروز بسیار این نام ها در زیر یعنی تسلط ازبکو است. یعنی کمونیست ها وقتی که دولت ها رو جدا کردند به ازبکستان یک نام گذاشتند و اینجا رو دادند. سیجستان، کرمان که این امروز در ایران است، شهرهای تبریستان به مانند همدان یا که شهر ری، این امروز تهران گفته میشد، ری پایتخت تهران، یا جورجان. البته جورجان و جوزجان از هم دیگر فرق داره. جورجان این گرگان است اما جوزجان این دیگر است، و آمل، قزوین. ببینید همه این شهرهایی که در این شهرها علماهای تابعین، تبع تابعین سلف این امت بودند، عقیده همشون عقیده صحیح درست مثل عقیده صحابگان بود. سبحان الله. به مانند در اینجا زندگی میکردن به مانند نصر ابن عمران البصری الخراسانی، ربیع ابن انس، ضحاک ابن مزاحم،
مقاتل ابن حیان البلخی، عطاء ابن ابی مسلم الخراسانی البلخی الشامی و مطر ابن تهمان الخراسانی البصری، خراسانی و بصری، ابراهیم ابن تهمان الحروی، شبابة ابن سوار القزاري المدائني الخراساني، وسعيد بن سالم القداه الخراساني المكي، وكيع بن جراح الكوفي النسابوري، إسحاق بن رهويه النسابوري. إسحاق بن رهويه یکی از بزرگترین علمای سلف کی بودند؟ نیشاپوری بودند، نیشاپور. و ابی بکر بن المنذر الفقیهی و غیر از اینها بسیار از علمای سلف، اینها همشون علمای سلف کی از محدثین بودند، از همین منطقه هستند و عقیدهشون عقیده صحیح بود. ای کسانی که میگوید که شما اجداد و باباهاتون در دیگر عقیده بودند، اگر شما مجوسی ها رو در نظر نداشته باشید، باباهای گذشته ما این تاجیک ها سلف صالح هاشون رو اگر نظر کنید، عقیدهشون 100% عقیده صحیح بود. مخالف صوفی ها بودند، مخالف رافضه ها بودند، مخالف کلامی فلسفه ها بودند. فلسف این حرف رو فلسف جمعی فلسفه رو فلسف میگن، فلسفی ها، یا که مخالف اشعری ها و ماتریدی ها بودند، مخالف عقلگراها بودند، مخالف طاغوت ها بودند. این همه همین علمایی که نمبر کردیم که عقیده همشون موافق عقیده سلف بود. چگونه که دو عالمی که ما امروز کتابشون رو دیده شدیم، الرازیان، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی، یگان نفر از علمای سلف و این کتاب نوشته شده مخالفت نکرده اند. بارک الله فیکم. اما بدعت کی به وجود آمد؟ بدعت در خراسان بعد از سلف صالح به وجود آمد. بدعت ماتریدی، بدعت این شاعرهای گمراه به مانند این، ببینید شما نمیدونم شیرازی میگین، فردوسی میگین، یا که با جامی میگین، یا که مولوی جلال الدین رومی میگین، ابو عبدالله رودکی میگین، خیام میگین. عقیده و اینا همه اش مخالف این عقیده علمای سلفی خراسانی است، مخالف این عقیده های ما ذکر کرده است. عقیده این شاعرها عقیده های گمراه است و اینها بعد از اینها به وجود آمدند. یعنی این شاعرهایی که امروز علمای تاجیکستان به این شاعرها اعتماد میکنند و سلف ما میگند، عالمهای ما همین شاعر هستند میگند. عالمهای شما این شاعرها عقیدهشون همش گمراه است و اینها مخالف عالمهای فارسی که خراسانی که سلفی بودن هست. و انمین عالمها آمدند و مردم تاجیک آیسته آیسته به گمراه کنی سر کردند، زیرا که اینها اهل اهوا هستند، اینها اهل بدعت بودند. مقاتل ابن حیان البلخی ذکر میکنند که در اولی 100 سال یکم دوم این خیل اهل اهوا وجود نداشت، اما بعد از این، بعد از 100 سال اول، بعد از 100 سال دوم آیسته اهل بدعت شاعرها به وجود آمدند. برای میگن که اهل هذه الاهواء آفت محمد، آفت امت محمد صلی الله علیه وسلم. نظر کنید به ابن ابی الدنیا در کتاب الاشراف صفحه 241 که از طریق ابن اساکیر ذکر شده است. عموما آفت این امت، آفت چیست؟ نابود شوی، شکست، تمام بلای مصیبتی که بر بالای این امت هست، این رو آفت شده. آفت این امت کی است؟ اهل اهوا است، اهل بدعت است، اهل خرافات است که از همین شاعرها به وجود آمد. سبحان الله. در باب این که الله در بالای مثلا عرش است، همه این علمای نمبر کرده شده همه‌شون اعتقاد داشتن که الله در بالای عرش است، در بالای آسمان است. حتی مقاتل ابن حیان البلخی در مسئله علو الله و در مسئله این که الله در بالای عرش است اما با همراهی ما به علمش و قدرتش هست، روایت های زیادی رو کردند. و پیش از اینها ابراهیم ابن میمون الصائغی المروزی روایت کرده است. و عقیده صحابگان و امام ها و تابعین اهل سنت رو روایت کردند. انا همین علمای کی بودند؟ علماهای تاجیک بودند برادرها. این خراسانی ها بودند که کتاب ها نوشتند، صدها کتاب نوشتند که الله را در بالای عرش میگفتند. اما همه این علما را این خائن ها پنهان کردند. اساسی کسی که خیانت کرده است همون علماهایی که به حکومت کمونیستی همکاری کردند و حکومت کمونیستی
شوروی که ما را از عالم بیرون کرد، همه این کتاب‌های علمای سلف خراسانی را، تاجیک را چیکار کردند؟ سوزانیدند، نابود کردند، علمای اهل سنت را قتل کردند و به جای این صوفی ها را زنده کردند. این صوفی های گمراه بعد از این فقط گفتند انمی شاعرها، علمای تاجیک فقط شاعر است گفتند. امروز شما هم فکر میکنید که تاجیک‌ها فقط شاعر دارد، دیگر هیچ کسی ندارد. نه برادران، بزرگترین علمای اسلام این کی است؟ انمی علمای خراسانی، تاجیکان فارس هستند. اگر شما در حقیقت نظر بکنید، عقیده سلف صالح را انمی خراسانی ها به نهایت پیش برده و خدمت کردند. اما بعد از این صوفی ها پنهان کردند، خیانت کردند و امروز ما وقتی که عقیده سلف را میگوییم ما را خیانت میگن که شما عقیده دیگرها را به ما آورده شدید. نه، عقیده انمین صحیح، موافق قرآن و سنت، موافق سلف صالح از صحابگان و موافق عقیده همه علمای خراسانی است. عقیده ما انمین موافق همه اینها است. تا این درجه خراسانی ها مشهور شده بودند به اهل سنت بودند، به چنگ زدن به قرآن و سنت که به کجای نروند مردم میگفتند که انا خراسانی های اثری حدیثی آمد. خیلی که مشهور شدن منطقه خراسان، بخارا، سمرقند، نیسابور و غیره و غیره اینقدر مشهور شده بود به اهل سنت که حروی ذکر میکنند که ابو اسماعیل حروی در ضم الکلام ذکر میکنند از احمد ابن نصر المالزی که میگن دخلت جامع عمرو ابن العاص بمصر، یعنی احمد ابن نصر المالینی به مصر میروند و به یکی از جامعه ها، یعنی به یکی از مسجد های کلون اون مصر داخل میشوند که این نام مسجد چی است؟ عمرو ابن العاص است رضی الله عنه، به نام صحابه رضی الله عنه این مسجد است در مصر. از خراسان میروند به داخل مسجد میروند که فی نفر من اصحابی، یک چند دوستانشان خراسانی ها، ببینید یک چند علمای خراسانی از سلف به مصر می روند و به همین مسجدی عمرو ابن عاص رضی الله عنه داخل می شوند، یک چند خراسانی ها، و می روند و به همین مسجد می شینند که جاء شیخون، یک شیخ می آید مصری، شیخ مصری می آید و می گوید که فقال انتم اهل خراسان اهل سنت و هذا موضع الاشعریه فقوموا، شما اهل خراسان هستید، شما اهل سنت هستید و این موضع، این مسجدی که است اشعری است، شما خیزید از اینجا بیرون شوید. این روایت را چرا در ضم الکلام ذکر میکنند؟ ابی اسماعیل حروی در مصر، در عراق، در شام، در همه جا مشهور شده بود که خراسانی ها اهل حدیث است، اهل عقیده صحیح سلفی هست، اینها عقیدهشون مستحکم موافق قرآن و سنت است. و این چنین خراسانی ها مشهور بودند به ضد اشعری ها، به ضد ماتریدی کلامی ها، و خراسانی ها مشهور بودند به ضد مرجئه ها، میان و کمر مرجئه ها را می شکستند. اگر شما خواهید که نظر کنید به کتاب ضم الکلام، کتاب ابی اسماعیل الحروی مجله 4 صفحه 408 نظر بکنید، 418 حتی علماهای خراسان اشعری ها را تکفیر میکردند، در بالای منبرها تکفیر میکردند، کلامی گفته. نظر کنید به کتاب ابی اسماعیل الحروی. پس برادران عزیزم، عقیده خراسانی ها، علماهایی که من و شما داشتیم، پیشواهای من و شما، عقیده سلفی بود، عقیده که موافق قرآن و سنت بود. و حتی برای اهل خراسان، برای تاجیکانی که خراسانی هستند و فارسایی که خراسانی هستند و ما وراء النهر هستند، حتی صحابه ها در حقشان سخن کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقشان سخن کرده و حتی آیات های قرآن را نسبت میدهند به همین علمای خراسانی. همین سخن را میکنیم و این حلقه را به پایان میرسونیم، فضل خراسان به همین به پایان میرسونیم. خراسان و آن چیزی که در گرد و آن منطقه‌ای که در گرد و اطرافش است از ماوراء النهر، ببینید علما این آیات را به همین اهل همین خراسان نسبت میدهند. سوره جمعه آیه 3: و آخرین منهم لم یلحقوا بهم، و دیگرهایی که از اونها هستند اما به اینها پیوست نشدند. اینها کی هستند؟ میگن که اینها خراسانی هستند. کسایی که به صحابه ها کم پیوست شدند، از صحابه ها سلمان فارسی بودند، یعنی از خراسان انسان های کم بودند، لیکن بعد از صحابگان
تابعین و تبع تابعین از خراسان آمدند و از نظر علم، از نظر سنت و از نظر فرهنگ به نهایت خدمت بزرگی را کردند در بالای قرآن و سنت. و این چنین در روایت بخاری و مسلم آمده است از حدیث ابو هریره رضی الله عنه که بارک الله فیکم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء. اگر ایمان در بالای ثریا می بود، ثریا یعنی در دیگر سیاره می بود، در دیگر زمین می بود، نه در زمینی ما، در دیگر سیاره می بود، مردهای از اهل خراسان این علم را از دیگر سیاره رفته می گرفتند. این حدیث صحیح است که همه علمای سلف میگن که این حدیث بر فضل اهل خراسان و به فضل علمای سلف خراسانی ها گفته شده است. در کتاب بخاری با رقم 4897 و در کتاب امام مسلم با رقم 2546 این حدیث از ابو هریره رضی الله عنه ذکر شده است، به فضل علمای خراسان دلالت میکند. سبحان الله. کاملا این حدیث را ببینید. حدیث کاملا این است که ابو هریره میگن که کنا جلوسا عند النبی صلی الله علیه و سلم، ما شده بودیم در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فانزلت علیه سوره الجمعه، بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره جمعه نازل شد. آیت سومش که الله گفت و آخرین منهم لم یلحقوا بهم، دیگرها یک جماعت دیگری که حالا به صحابه پیوست نشدند. قال ابو هریره گفتند که قلت، من گفتم من هم یا رسول الله، این کی است؟ یک جماعت دیگری که به صحابه پیوست نشدند، اینها کی هستند؟ فلم یراجعه حتی سأل ثلاثا، پیامبر جواب ندادند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را 3 بار سوال کردند. در سومین بار پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ و فینا سلمان فارسی، سلمان فارسی در همون جا بودند. فوضع رسول الله صلی الله علیه و سلم یده علی سلمان ثم قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشان را به کتف سلمان گذاشتند و گفتند که لو کان الایمان عند الثریا لنا له رجال من هؤلاء، یعنی اینها کی هستند؟ اهل خراسان هستند که علم اگر در آسمان باشد هم علم میگیرند. این حدیث به فضل خراسانی های صوفی گفته نشده است. این حدیث به فضل خراسانی های کلامی که دین را تحریف کردند گفته نشده است. این حدیث به فضل این شاعرهای گمراه شده گفته نشده است. این حدیث به فضل ماتریدی، ابو منصور ماتریدی سمرقندی گمراه گفته نشده است. این حدیث به فضل اهل حدیث از بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابو زرعة الرازی، ابو حاتم الرازی، ابن حاتم و عبدالله ابن مبارک و اسحاق ابن الراهوی و دیگر از علما گفته شده است. بارک الله فیکم. پس این بود علماهای خراسان که تصنیف کردند، علم نوشتند و کتابشون امروز وجود دارد. به مانند ابن المبارک، مسند ابن مبارک وجود دارد. امام بخاری یک چند 26 کتاب دارند. امام بخاری 26 کتاب دارند. امام بخاری در خرطنگ بیرون از سمرقند وفات کردند. کتاب آخری نشان ضد جهمی ها هست، ضد این رافضه ها هست و ضد این علمایی که امروز در سر بالای من شما است، به همه اینها ضد است امام بخاری. چرا این علمای صوفی بخاری را نمیخوانند؟ برای اینکه این بخاری اونها را میشکند. امام مسلم، امام ترمذی، امام دارمی، امام نسائی، ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی، ابن ابي حاتم، اسحاق ابن راهوی، سعید ابن منصور، ابن حبان و ابن السنی و ابن المنذری و غیر از اینها از علمای نیسابور، بخارا، سمرقند، ترمذ، بلخ، مرو، توس، هرات، جرجان، امر، ری، اینها بودند. اما بگویم که اگر یک سوال بیاید که علمای فارسی هایی که امروز در ایران هستند، مثلا ایرانی که امروز هست به فارسی معروف است، علما از انمین منطقه ایران زیاد بودند، علماهای سلفی و علماهای بگویم بزرگ اهل سنت و جماعت، یا که از منطقه خراسان زیاد بودند. البته که علما میگن که علماهای قوی ترین از منطقه خراسان و ماوراء النهر بسیار بودند، اما علماهایی که از ایران بودند که علمای بزرگی سلف بودند کم بودند. یک قسم بسیارترین اونها از اصفهان بودند، اما اکثر علمای سلف صالحی که به اسلام به نهایت خدمت کردند از خراسان بودند. از خراسان که بخارا، ترمذ، سمرقند،
نیساپور، بلخ، هرات، اینجا. اما از خود ایران نه. اما امروز شما شاید فکر میکنید که ایرانی ها علمشون در قدیم خوب بودو اما منطقه من شما نه. برعکس خراسانی ها قوی بودند. پس بارک الله فیکم. مقصد سخن ما همین است که منهجی همه علمای خراسانی این منهجی مثل منهج صحابگان بود. عقیدهشون عقیده صحیح درست بود و اینها همشون محدثین بودند و همینها ایمان را میگفتند که قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد و کم میشود و ترک کننده ایمان را کافر میدونستند. الله را در بالای عرش میدونستند و صفاتهای الله را تحریف نمیکردند، ظاهرش را قبول میکردند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باز دیگر از صحبت ها را میکنیم. زیرا امروز در این حلقه به شما علمای خودتون را، منطقه هایی که هستند از همین منطقه خود شما را ما به شما بیان کردیم تا که از علمایتون شناس شوید، از علمای خودتون شناس شوید. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.